عرض سلام و درود به همه همراهان عزیز. خوش اومدین به اولین پادکست دکمه، جایی که قراره در مورد کاربردی ترین و مهمترین مسائل صنعت پوشاک با هم صحبت بکنیم. من رادمهر هستم، متخصص راه اندازی و بهینه‌سازی کارخونجات پوشاک. کاری که انجام میدم کمک کارخونجات برای رسیدن به یک خط استاندارد، بهینه و با بهره‌وری بالا. در این پادکست قرار نیست فقط مفاهیم تئوری به اشتراک گذاشته بشه، قرار تجارب عملی، علمی، مشکلات و راهکارهای موجود در این صنعت رو با هم به اشتراک بذاریم. در کنار ما دکتر سهراب رحیمی حضور دارن، متخصص برندینگ و فشن که نگاه و تجربه تخصصیشون در کنار مباحث تولید میتونه مسیر رسیدن به برند موفق رو برای ما کامل تر بکنه. ما اینجا هستیم که کمک بکنیم مسیر رسیدن و ارتقای کسب و کار شما شفافتر، کم‌ریزتر و استانداردتر باشه. اگر تولید کننده هستید و یا قصد راه اندازی این کسب و کار تو صنعت پوشاک دارید و قصد دارید که مجموعه تولید خودتون رو ارتقا بدید و یک برند مطرح در این صنعت تبدیل بشید، این پادکست دقیقاً برای شماست. با ما همراه باشید تا از تجربیات واقعی این صنعت و نکاتی که در هیچ کجای دیگه گفته نشده در اینجا با هم گفت و شنود داشته باشیم. ابتدا درخواست میکنم از جناب دکتر سهراب رحیمی که خودشون رو برای دوستان و همکاران معرفی بکنند و سابقه فعالیتشون تو صنعت پوشاک رو برای دوستان ارائه بدن. دوستان سلام، من سهراب رحیمی هستم. 25 ساله تو این صنعت مشغول به کار هستم. تقریباً تو بیشتر لایه‌های این صنعت کار کردم و حوزه تخصصی تحصیلاتم هم کاملا مربوط به صنعته. با توجه به اینکه صنعت پوشاک ما اکوسیستمش بزرگتر شده، پیچیده‌تر شده، هر کدوم از قسمت‌های زنجیره ارزش صنعت داره رشد میکنه و بهتر ما اطلاعاتی رو به مخاطبایی که دارن صدا و تصویر ما رو میبینن بدیم تا دوستانی که میخوان شروع کنن یا توی مقطعی رشد کردن، بالا اومدن، بتونن بدون اشتباهات کمتری که توی بازار کار وجود داره الان یه مسیری رو برای کسب و کارشون خلق کنن تا به قول آقای دکتر رادمهر اون مسیر تعالی کسب و کار یا برندسازی که قرار اتفاق بیفته شکل بگیره. من در خدمتتون هستم. دکتر، من فکر می‌کنم که ادامه مباحث رو با طرح چند تا موضوع در خصوص حوزه تخصصی فعالیت شما دنبال بکنیم و فکر می‌کنم که این سوال خیلی از مخاطبین این پادکست هم خواهد بود. اگر موافق باشید. خواهش می‌کنم. اولین سوالی که دکتر می‌خوام بهش بپردازیم اینه که چرا برندسازی در صنعت پوشاک ایران امروزه بسیار مهمتر از قبل شده و این به نظر میرسه که سوال خیلی از مخاطبین میتونه باشه. درست. ببینید، قطار برندسازی در دهه 1980 توی غرب اتفاق افتاد و این قطار تا بخواد به ایران برسه و کسب و کارها به یک دوره‌ای از بلوغ برسن تا برندسازی کنند، واقعیتش اینه که چند دهه بعد طول کشیده و الان حدوداً 5 تا 10% برندهای پوشاک توی ایران به عصر برندینگ یا پارادایم‌های برندینگ رسیده. پارادایم‌های برندینگ یعنی اینکه یه برند بتونه یک رویکرد 360 درجه داشته باشه تا بتونه به مخاطبش اون چیزی که ارزش ویژه برند هست، تمایز هست، هویت هست و مباحث و مسائل دیگه که در موردش صحبت میکنیم تا بتونه توی ذهن و قلب مخاطب و مشتریش وارد بشه و این به خاطر اینه که ما دهه 60 تقریبا که دوران جنگ بود یک پارادایم تولید داشتیم. دهه 70 این پارادایم تولید شکل گرفت، اوایل دهه 80 پارادایم فروش شکل گرفت، تبلیغات اونجا شروع کرد به گسترده تر شدن و یه اتفاقی که افتاد این بود که اوایل دهه 90 برندهای پوشاک آروم آروم با باز کردن فروشگاه‌ها و توجه به مشتری و مخاطب
به قول ما توی عصر بازاریابی بالانس کردن 7 شون تونستند یه قسمتی از قلب و ذهن مشتری ایرانی رو بگیرن و اوایل دهه 1400 این برندهای ایرانی بودن که با ورود به مراکز تجاری تونستند ذهن مصرف کننده رو بگیرن. یعنی مصرف کننده های ایرانی که قبلاً با برندهایی مثل نایکی، آدیداس، زارا یا برندهای دیگه معمولاً پوزیشن میکردند، لوک میبستند یا مصرف میکردند، خرید میکردند، اومدن سراغ برندهای ایرانی. نقطه اوجش تو همین اوایل دهه 1400 هست و من فکر میکنم اونجا شکل برندینگ توی برندهای پوشاک ایرانی بهتر شد و این اتفاق باعث شد که یواش یواش مردم آشنا بشن با برندهای ایرانی و برندهای ایرانی هم به این نتیجه رسیدن که برای مخاطب هدفشون باید به یک رضایت برسن. برای همین رفتارشون، احترام گذاشتنشون، کیفیتشون، قیمتشون، تعداد لوکیشنشون، دسترسی هایی که به مخاطب میدادن و غیره و غیره همش رو شروع کردن به بالانس کردن که من فکر میکنم این باعث میشه که همه زنجیره ارزش از تولیدی ها، از اکوسیستمی مثل طراحان لباس، الگوسازها، برشکارها، دوزنده ها، این تولید کنندگان و فروشندگان چرخ همه بیان حول یک محوری که من فکر میکنم قرار یک هابی توی منطقه خاورمیانه به وجود بیاد که راجع به اینها صحبت خواهیم کرد. مرسی از توضیحاتی که داشتین و یه سوال دیگه که به نظرم میرسه که توی حوزه مد و فشن بهش برمیخوریم اینه که اکثرا برندهای پوشاک تو کدوم مرحله از مراحل برندینگشون بیشترین اشتباهات رایج رو دارن؟ درست. میخواستم در این خصوصی مقدار دوستان توضیح. ببینید دکتر رادمهر عزیز، ما اصلا باید اول یه مفهوم مشترکی به نام برندسازی داشته باشیم با هم دیگه تا ببینیم برندینگ چیه که حالا کجاهاش اشتباه میشه. بله. از نظر بنده برندسازی کسب و کار 360 درجه است. یعنی اگر یک برندی موفق بشه، محصول خوبی داشته باشه، قیمتش متناسب با محصول باشه، دسترسی خوبی به مخاطبش بده، یعنی فروشگاه، آنلاین، سایت داشته باشه، یک پارچگی داشته باشه، به علاوه این که مخاطبش رو بشناسه، قرار نباشه به همه دنیا محصول بفروشه و یک حس و حال خوب، یک اتمسفر خوب، یک احترام خوب به مخاطبش بده، من فکر میکنم این 360 درجه میتونه یک نمادی باشه برای ما که در مورد برندها یا برندینگ صحبت کنیم. حالا اینکه یک سری از برندها میان محصول خوبی دارن، بعد از نظر خودشون هم به اصطلاح میگن که با کیفیت محصولمون، ولی نگاه مشتری یا بینش مشتری رو نگرفتن، با بینش خودشون پیش میرن، من فکر میکنم اینجا یک عدم بالانس وجود داره. میخوام ببینم اون چیزی که کثرت داشته توی مونیتور کردن برندها و برندهایی که مونیتور میکردید توی ایران، بیشترین اشتباه رایج تو کدوم یک از این مراحل بوده؟ بیشترین اشتباه اینه که بینش مشتری دیده نمیشه و بیشتر بینش مدیره. یعنی خواستگاه مشتری دیده نشده. دقیقاً. مدیر فکر میکنه اگه فروشگاه‌های زیاد داشته باشم پس برندینگ کردم. اینجوری نیست. بله. مدیر ممکنه فکر کنه که من اگر کیفیت داشته باشم پس برندینگ کردم. اینجوری نیست. من میگم چیزی که هست، ما به هر حال توی دنیا یک سری اصول داریم برای برندسازی. اصول مارکتینگ هم هست، اصول فروش هم هست. برای حتی راه اندازی کارخونجات هم یک سری ما اصول داریم. بله. ندیدن این اصول به نظر من مهمترین اشتباهه. وقتی اصول رو صاحبین برندها یاد میگیرن، این خودش یه دانشه. بله. که در کنار تجربه گوهربار صاحبین کسب و کارها و برندها، اینها یه بینشی به مدیران برندها میده که اون بینشه دقیقاً همین بالانس کردن
برند برای مخاطب در مقابل رقبا با ارتباطاتی که به وجود میاره هست. من فکر میکنم نادیده گرفتن اینها شروع اشتباهات برند هاست. چرا؟ به خاطر اینکه توی دنیا ما چهارپایه برندینگ داریم. تو چهارپایه برندینگ دیدن خواسته های مشتری و به رضایت رسوندن مشتری که این باعث بشه که اون مشتری همیشه ما رو به نیکی یاد کنه، این میتونه خیلی کمک کننده باشه. و یه چیز دیگه هم که من توی قسمتی از این چهارپایه میتونم بگم اینه که ما نسبت به رقبا بهتره یه سری شباهت ها داشته باشیم ولی تمایزات خودمون هم داشته باشیم، یعنی یه هویتی داشته باشیم، یعنی ما رو تشخیص بدن. یعنی اینجوری نباشه که وقتی شما میرید توی مرکز تجاری اگه اون ساین برند ها رو از روی تابلوها برداشتید و این مارک مثلا روی سینه هم برداشتید، یه مقدار قابل تشخیص بشه که مثلا این برند الان به فرض توی بازار پوشاک ایران بادی اسپینره، یعنی من اومدم تو فروشگاه بادی اسپینر یا اومدم تو فروشگاه کانیراش یا اومدم تو فروشگاه سالیان. اینها به نظر من وجوه تمایزیه، وجوه تشابهی هم هستش که من خدمتتون عرض کردم. یعنی اثر انگشتی هر برند برای خودش داشته باشه. دقیقاً مثل صاحبین برندها که اثر انگشتشون و یا اصلا خلق و خوشون، پرسونالیتی، شخصیت و حتی نمای ظاهریشون فرق میکنه با دیگران. پس چرا میان توی برندهاشون انقدر شبیه به هم دیگه میشن؟ بسیار عالی، نکته خیلی جالبی بود. سوال دیگه ای که به نظر میرسه بسیار مهم باشه اینه که اولین قدم برای ساخت برند چی میتونه باشه، یا اولین قدم ها برای ساخت برند و مسیر برندینگ چه مواردی هست؟ ببینید ما معمولا اصلا برای برندسازی 5 تا فاز داریم، یعنی متدولوژی بند است. فاز صفرش ارزیابی، مطالعه بازار، مطالعه خود اون برند یا خود اون کسب و کار یا حالا هر چیزی که هست تو هر منطقه از رشدش هست. من بگم قبلش همه کسب و کارها یه چرخه عمر دارن: تولد، معرفی، رشد، بلوغ و افول. بله. برای هر دوره رشد تجویزهای مختلفی میشه تعریف کرد. این پروسه ارزیابی یا عارضه‌یابی و مطالعه فاز صفر برندینگه. یعنی که اول ما بفهمیم هر برندی تو چه مرحله‌ای از این دوران بلوغ قرار داره دقیقاً. در حال حاضر، بعد بر اساس اون حالا مراحل بعدی دقیقاً و حتی بفهمیم که اصلا صاحب اون برند چی میخواد، به کجا میخواد برسه، کدوما رو رقیب خودش میدونه، مشتریاش رو به چه صورت میشناسه و میدونه. بله. اینها رو اگر بتونیم در قالب یک بریف شرح بدیم، میتونیم بگیم که ما توصیف خوبی از اون کسب و کار کردیم که با تحلیل و تشخیص میتونیم تجویز مناسبی برای ادامه مسیر به اون صاحب برند یا برند بدیم. این میشه مرحله یک. این مرحله یک میشه که فاز صفر ما نام میذاریم. دومین مرحله پری برندینگ یا زیرساخت‌سازی برای برند. شما ساختمون هم میخواید بسازید، تو همین ساختمونی هم که ما نشستیم یه فونداسیونی قطعا داره. اون قسمتیه که خیلی دیده نمیشه. فونداسیون ما نمای ساختمون ها رو بیشتر میبینیم، یعنی زیرساختی بسازیم برای همون آرزوها، برای همون نقاط قوت، برای همون مسئله هایی که هست، برای اون فرصت هایی که هست، برای اون رقابت جویی که صاحب برند میخواد با دیگران داشته باشه، که میتونه گاهن اشتباه هم باشه. بله. این سیاست گذاری ها کاملا میتونه اشتباه هم باشه. به نظر میاد که یک نفر از بیرون باید بیاد اینها رو ببینه، یک نفری که کار حرفه‌ایش همین هست. این پیر برندینگ شامل کورپوریت شرکت میشه و زیرساخت ساختن هم 2 تا کار خیلی عمده داره. یکی این که استیپی کنه اون صاحب کسب و کار یا صاحب برند. STP یعنی segmentation, targeting, positioning، یعنی یک مخاطبی رو انتخاب کنه، چون ما انقدر قدرت نداره برندمون برای همه مردم دنیا یا همه مردم ایران، یا همه این دهک هایی که اصطلاحاً دهک های اقتصادی بخوایم صحبت کنیم، و یه جایی شروع کنه پوزیشن کردن، یعنی جایگاه خودش رو بسازه. میگه مخاطب من میخواد اینا باشن، بله. این آدم ها و این قشر، و بگه که من نسبت به رقبا چه شکلیم، چه جوریم، کجاها میخوام باشم، ارزونم، متوسطم، گرونم، بله. لوکسم، پریمیومم و غیره. این فاز یک شد.
فاز 2 ما باید یه هویتی خلق کنیم. به هر حال شما آب معدنی هم میگیرید 10 جور آب معدنی هم اگر باشه، هر کدومشون حتی اگر داخل به اصطلاح بطری آب معدنی یه جور آب باشه ولی متفاوت هستن اینا. یکی رنگش آبیه، یکی طلاییه، یکی مشکیه، یکی آبیه با تونالیته کمتر و بیشتر و غیر است. ما باید یک هویتی خلق کنیم که تو این پروسه هویت سازی 7 نوع هویت داریم که جلوتر میتونم بهتون بگم. و بعد از هویت سازی خلق هویت برند که ما معمولا تو خلق هویت برند رو از پرسن میدونیم، یعنی شبیه یک انسان و شخصیت انسانی ما میدیم بهش. فاز بعد از هویت سازی کامیونیکیشنه. شما به هر حال یک برند رو ساختید، کسب و کار رو ساختید، مخاطبم انتخاب کردید، به وسیله یک محتوایی، یک فروشگاهی، یک محصولی، یک بسته‌بندی، یک عکسی میخواید مخاطب رو آگاه کنید که من هستم و اینجوری هم هستم. ولی این مرحله سوم شد. بله. تو مرحله سوم ما تمام دیدگاه ها و تمام قدرتمون رو میذاریم که بریم تو ذهن مخاطب بشینیم. بعد مخاطب که اومد از ما خرید کرد، رضایتش باعث بشه که ما تو قلبش هم بشینیم. وقتی شما این دوتا رو میگیرید از مخاطب، شما به اصطلاح جیب مخاطبم گرفتید، یعنی کارتش هم به راحتی برای شما خرج میکنه. تو فاز 5 که فاز پست برندینگ، ما میایم در آخر بررسی میکنیم که این تمام این مراحل رو آیا درست رفتیم، آیا درست پوزیشن کردیم، آیا درست جایگاه ساختیم، آیا درست زیرساخت ساختیم. یعنی از اول آنالیز میشه تمام مراحل قبلی کاملا و بعد احتمالاً اقدامات اصلاحی براش تعریف میشه. دقیقاً. و میایم میبینیم آیا درست هویت ساختیم. تو بعضی از برندها هویت درسته ولی ارتباط ضعیفه یا حتی ارتباط معمولیه. ارتباط بهتره که خلاقانه باشه تا مخاطب نسبت به تمام محتوایی که توی جامعه ما وجود داره بتونه به راحتی و با جذابیت زیاد محتوای ما رو ببینه. مثلا یک ویدیو از 4 تا برند مثلا السیمن، بادی اسپینر، شانل و تام فورد رو شما ببینید، جذابیت های اینا مختلفه. این فاز پست برندینگ فاز ارزیابی ممیزیه که ببینیم کدوم قسمت ما چالش داریم دوباره شروع کنیم به بهینه‌سازی این تفکر. و جناب دکتر این به صورت دوره‌ای تکرار میشه تو سازمان و بازه زمانی مشخصی داره؟ ببینید همونطور که گفتم خدمتتون، وقتی ما به قول آکر میایم شخصیت برند رو با شخصیت انسان تصور میکنیم، ما تو برندسازی میایم اون چیزی که خالق ما خلق کرده، خدا ما رو خلق کرده، ما هم برند رو به صورت شخصیت انسانی در میاریم. بله دقیقاً ما شروع میکنیم مثل انسانی که در حال رشده و رشدش پویاست، برندها هم در حال رشدن. دقیقاً یعنی مخاطب عوض میشه، شبکه‌های مجازی یا کل ساختار رسانه تغییر پیدا میکنه، محیط ما تغییر پیدا میکنه، ما هم به عنوان برند باید تغییر پیدا کنیم. مخاطب ما سنش بالاتر میره یا دیدگاه‌های جدیدتری پیدا میکنه. همین که ترندها، مگا ترندهایی مثل هوش مصنوعی داره میاد، تفکر مخاطب ما رو تغییر میده، اکوسیستم رو تغییر میده. رقیب یه بار میاد یه کارایی میکنه، پس ما هم تغییر باید بدیم خودمون. برندسازی یک محیط پویایی باید به وجود بیاره که اون محیط رو رشدش بده. این کمک میکنه که باقی بمونه. یعنی ما احترام زیادی برای برندهای با قدمت بالا توی دنیا داریم، مثل هرمس 200 ساله، مثلا شانل 130 ساله، مثل هاکوپیان 55 ساله. هرچی که سن این برند میره بالاتر، اعتبار بیشتری تو جوامع میتونه برای مصرف داشته باشه. دقیقاً. و یه نکته هم اشاره کردید در مورد هوش مصنوعی و کاربردش تو این صنعت که جا داره به نظر خودم خودش یه اپیزود جداگونه برای این مبحث در آینده داشته باشیم ان شاءالله با هم.
خب دکتر، من فکر می‌کنم که مباحث مرتبط با برندینگ و فشن اونقدر گسترده هست که در مقاله یک پادکست نمی‌گنجه و در قالب حداقل یک اپیزود نمی‌گنجه و میخوام درخواست داشته باشم که این مباحث رو به صورت زنجیره‌ای با شما دنبال بکنیم تا بتونن دوستان و مخاطبین ما یه نتیجه گیری خوبی از مباحث برندینگ و فشن داشته باشن و مطمئنم که خیلی از عزیزان و مخاطبین ما مثل من راجع به این صنعت و این تخصص بی اطلاع هستن و میخوام قولش از شما بگیرم که تو اپیزودهای بعدی توضیحات بیشتری در این خصوص برای دوستان داشته باشید. خواهش میکنم. بله، همینطوره. ما به خاطر اینکه توی صنعت مد و پوشاک یک هرم خرده فروشی داریم، یه قسمتش لاکچری برند ها هستن که مبحث لاکچری برندینگ اصلا یه بحثیه. بعد یک سری مید لول ها هستن که اونها هم دوباره مدل بیزنسشون توی دنیای متفاوته و این پایین‌تر هم فست فشن ها و تولید کننده های انبوه هستن که استراتژیشون نسبت به اونها متفاوته. یعنی تو هر لایه ما میتونیم در مورد برندسازی هر کدوم از لایه ها صحبت کنیم. حتی بی تو بی ها هستن که تو ایران هم یه سری از عمده فروش ها. من در خدمتون هستم، با عشق و علاقه میتونیم وقت بدیم و مشتاق هستیم که هر چه سریعتر اپیزودهای بعدی رو و توضیحات بعدی راجع به این صنعت جذاب رو با هم داشته باشیم. متشکرم از حضور شما. مرسی از شما. ممنون.